اسماعیل هفته‌ها در تاریکی و دور از چشم مادرش از یک مخفیگاه به مخفیگاه دیگه برده میشد. یک روز در خانه زنی مهربان، روز دیگه در پناه خانواده‌ای فداکار و حتی چند روزی در تاریکی گنبد مسجد جامع شهر پنهان میشد. وقتی حلقه محاصره تنگتر شد، یاران وفادار اسماعیل رو از میان شمشیرها بیرون کشیدند. اونا از راه‌های سخت و کوه‌های دشوار گذشتند تا به سرزمینی امن برسند، به جنگل‌های بارانی و مه‌آلود گیلان، به شهر لاهیجان. 5 سال گذشت. 5 سالی که برای اسماعیل فقط پنهان شدن نبود. اون در سکوت بذر یک طوفان رو می‌کاشت. تابستان سال 878 خورشیدی. حالا دیگه زمان پنهانکاری سر اومده. اسماعیل حالا نوجوانی 12 ساله و ورزیده شده. اون با یاران وفادار خودش جنگل‌های امن گیلان رو پشت سر می‌ذاره تا به سوی سرنوشت بتازه. پسری که 5 سال پیش در تاریکی شب و با دلی لرزان فرار کرده بود، حالا بیرون اومده تا تاج و تخت رو از آن خودش کنه. در کتاب احسن التواریخ نوشته شده که حاکمان دست نشانده آقایونلو در اردبیل با لشکری آماده راه رو بر اون می‌بندن. خطر مرگ سایه به سایه در پی این کاروان کوچیکه. اسماعیل ناچار میشه مسیر خودش رو کج کنه و به کوهستان‌های سخت و پوشیده از برف تالش و آستارا پناه ببره. زمستانی استخوان‌سوز آغاز میشه. راجر سیوری در کتاب ایران عصر صفوی می‌نویسه که پادشاهان تبریز و شیروان در این زمستان سرد بارها تلاش کردند تا اسماعیل رو ترور کنند، اما دلاوران قزلباش با جون و دل از پیشوای نوجوان خودشون در برابر برف، سرما و شمشیر آدمکشا محافظت کردند. آتیشی که در دل این کوهستان روشن شده بود با هیچ طوفانی خاموش نمی‌شد. با آب شدن برف‌ها خورشید بخت صفوی‌ها هم طلوع کرد. بهار سال 879 خورشیدی فرا میرسه. اسماعیل از کوهستان پایین میاد و پیام آوران خودش رو به 4 گوشه این سرزمین پهناور از دشت‌های شام تا کوه‌های آناتولی میفرسته. پیام اون کوتاه اما کوبنده است. هنگام خروج به ما بپیوندید. حسن بیگ رملو در تاریخ خود به زیبایی این لحظه شکوهمند رو به تصویر میکشه. مردان جنگجو از ایل‌های بزرگ با شنیدن این پیام همه چیز رو رها میکنن. اونا دسته دسته کوه‌ها و بیابون‌ها رو پشت سر میذارن تا خودشون رو به میعادگاه بزرگ برسونن، به دشت‌های پهناور ارزنجان. دشت ارزنجان غرق در موجی از دلاوری و ارادت میشه. 7000 جنگجوی قزلباش با کلاه‌های سرخ 12 ترک گرداگرد پیشوای نوجوان خودشون حلقه میزنن. پسری که 5 سال پیش در تاریکی شب و با ترس گریخته بود، حالا در 12 سالگی در برابر ارتشی از مردان جانبرکف ایستاده. امپراتوری بزرگ آقایونلوها درگیر جنگ‌های خونگیه و تخت تبریز لرزان‌تر از همیشه است. همه منتظرن تا اسماعیل فرمان تاختن به سوی پایتخت رو صادر کنه، اما اون نگاهی به دور دست ها میندازه. خون پدرش شیخ حیدر هنوز بر زمین میجوشه. اسماعیل شمشیرش رو بالا میبره و برخلاف انتظار همه فرمان حرکت به سوی شروان رو میده، به سوی فرخ یسار، پادشاه شروان و همون کسی که قاتل پدرش بود. طوفان سرخ برای گرفتن نخستین انتقام و گشودن راه پادشاهی به راه میفته. لشکر سرخپوش قزلباش دشت ارزنجان رو پشت سر میذاره. اسماعیل نوجوان میدونه که پیش از پوشیدن ردای پادشاهی باید تقاص خون پدرش شیخ حیدر رو بگیره. کینه‌ای که سالها در سینه این کودک انباشته شده بود حالا به شکل یه طوفان بر سر قاتل پدرش فرود میاد. در نبردی سنگین شمشیرهای قزلباشان کینه چند ساله رو بر سر سپاه شروان آوار میکنن. فرخ یسار قاتل شیخ حیدر در میدان جنگ کشته میشه. پسری که روزگاری سایه یتیمی و آوارگی رو سرش افتاده بود، حالا با لبه شمشیرش سایه مرگ رو بر سر دشمنان پدرش انداخته. اما این تازه آغاز راهه.